این راننده و این مأمور حفاظت ما زد تو سرش، گفت کار اون ساخته است، الان لختمون میکنن اینا. آقای درویش توی ماشینه؟ گفتم آره منم. خلاصه بررسی کردم، بله یه شیتیلی گرفتن و تو گزارششون زدن زیر 5%. الان ارتباط دارین باهاش؟ آره آشنامون بود، میگم فامیل بود دیگه. چون گفتین در رفت. آره در رفت، اون موقع ورشکست شد رفت. آرزا دمت کرد. من نشون میدادم، گفتن درویش یعنی گدا. خیلی ناراحت شدم. به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیز. میزبان شما هستیم در بنیاد حرکت انسانی در محتوای تخصصی یوتیوب و با افتخار میزبان جناب آقای درویش هستیم از فعالان و کنشگران محیط زیست. جناب درویش خیلی خوش آمدید، باعث افتخاره که میزبان شما در بنیاد حرکت انسانی هستیم. یه سلام علیک داشته باشید. منم سلام عرض میکنم به شما آقای موسوی و همه همکاران عزیزتون در بنیاد حرکت انسانی. برای منم باعث افتخاره که بتونیم شراکت داشته باشیم در تولید یک محتوای غنی و سزاوارانه در حوزه محیط زیست. سپاس از محبتتون، لطف کردید. من یک دلخوشی رو از طرف هم تیم حرکت انسانی و هم خودم بدم اینه که ما این خوشحالی و مسرت رو داشتیم که با افتخار جناب آقای درویش از ابتدای مسیر حرکت انسانی در کنارمون بودن و تونستیم از محبت، حضور، لطف، تخصص و تجربهشون در کنار خودمون استفاده بکنیم و این خیلی واقعا باعث مسرت ماست و خوشحالیم که در کنارمون هستیم. جناب درویش متشکرم. من دوست دارم از اونجایی که خب اپیزود اول در کنار شما بودن هست و خب طبیعتاً مخاطبین خیلی منتظرن که زود بریم سراغ پرسش و پاسخ با شما. چیزی که همیشه برای مخاطبین، من جمله مخاطبین عامی که این فعالیت‌های محیط زیستی رو می‌بینیم و در نظر داریم که بسیار دغدغه‌مندی مهم و فعالیت درجه یکی هست، اما اینکه چی میشه که یک نفر انقدر توی مسئله محیط زیست دغدغه‌مند میشه و با همه وجود خودش میره سمت کنشگری و عملاً همه زندگیش رو میذاره برای اینکه توی این مسیر قدم برداره. همیشه جای سوال بوده این دغدغه از کجا میاد، این حجم از انگیزه برای محیط زیست کشور از کجا میاد؟ والا حقیقتش اینه که سوال سختیه، خیلی نمیشه به راحتی این سوالو جواب داد. خیلی عوامل مختلفی ممکنه دخیل باشن برای اینکه آدم در یک مسیری بیفته و از اون مسیر ابراز رضایت کنه در انتها. و من وقتی مثلا به کودکی خودم رجوع میکنم، یک فرازهایی در کودکی میبونم که اونها مشوق من بوده برای اینکه تلاش بیشتری بکنم. من پدرم نظامی بود و خب این نظامی بودن باعث شد که ما جای ثابتی خیلی زیاد زندگی نکنیم. یعنی من با اینکه فلک دوم نیرو هوایی تهران به دنیا اومدم، ولی شهرهای زیادی زندگی کردیم. بروجرد بودیم، آبادان بودیم، نجف آباد بودیم، اصفهان بودیم، مراغه بودیم، ارومیه بودیم و همه جا 2-3 سال بیشتر توقف نداشتیم. و این ماجرا قشنگ وقتی رجوع میکنم میبینم که وقتی یه نفر مهمون میامد خونمون یا یه فامیلی میامد خونمون، چون ما همیشه احساس تنهایی میکردیم، یعنی هیچ وقت فامیلا رو نمیدیدیم، دوستای خانوادگی اصلیمون رو ما همیشه ازشون دور بودیم. بنابراین اون کسی که میامد خونمون خیلی قدرشون میدونستیم. یکی از کارهایی که من میکردم این بود که کفشیشو قایم میکردم که نره و از تک تک لحظه های حضورش سعی میکردم استفاده بکنم قدر اون چیزایی که داشتم و میدونستم. و یکی از نقاط خیلی خیلی شیرین زندگی نزدیکای عید نوروز بود و تابستون بود
که مدرسه ها تعطیل میشد و من میتونستم برگردم پیش خانواده بزرگ خودم، پیش پدر بزرگ و پیش در واقع خاله ها، پسر خاله ها، دختر خاله ها. من پدر بزرگم خب 6 تا دختر داشت، 4 تا پسر داشت، یه عالمه دختر خاله، پسر خاله، دختر عمو، پسر عمو، زیاد خانواده خیلی پر جمعیتی بودیم، برخلاف خودم که فقط یک یه خواهر خواهر دارم. داریم. آره و خب خیلی با هم خب من پدر بزرگم مزرعه خیلی بزرگی داشت و این مزرعه بین راه ساوه و قم بود، در یه منطقه نزدیک سلفچکان و خب اون مزرعه توش یه رودخانه جاری بود، یه قناتی بود، یه استخر بزرگی بود، 66 هکتار بود. یه بخشی از این مزرعه رو من سرپرستی میکردم. مثلا کیفم به زندگیم این بود که برسم به اون درختای انار و جالیز و خیلی قدر میدونستم برای خیلی ها ممکنه این شرایط دشوار باشه، ولی برای منی که همیشه دور بودم از خانواده اینها میتونست خیلی جذاب باشه. یه خاطره جذاب من از شما شنیدم از همین زمینای پدر بزرگ و قنات و آبهای زیرزمینی آره که این منجر شد به انتخاب رشته‌تون. آره تعریفش میکنی؟ آره ببین، خواستم همینو برسم که این اتفاقا باعث میشه که اون تغییره ناخودآگاه شکل بگیره. یعنی وقتی که من مسئول آبیاری یه قطعه 12 هکتاری بودم و احساس کردم این قناتی که ما داریم داره آبش کم میشه، خیلی برام پرسش بود که چرا این قناته داره آبش کم میشه، تا اینکه یه خرگوشی توی جالیز ما بود و این خرگوشه مدام میامد تمام ریشه این هویجا و بادمجونا و طالبیا و هندونا رو آسیب میزد. منم یکی از آرزوهام این بود که بتونم این خرگوشه رو بگیرم. خرگوشه خیلی استتار بود، شکل منطقه بود، یعنی ببین من میدویدم دنبالش، یه دفعه دیدم ناپدید شده، بعد یه دفعه از زیر پام رد میشد، یه دفعه انقدر دویدم دنبالش که مزرعه رو گم کردم دیگه، نمی‌دونستم کجام مثلا. ولی بعد رسیدم به یه جای دیگه، یه موتور پمپ دیدم، بعد خیلی برام سوال شد و پرسیدم، گفتن اینجا حسین آباده و اینجا یه موتور پمپ زدن آب و با قدرت از زیر زمین میکشی. من سریع دویدم پیش پدر بزرگم، اسمش ما بهش گفتیم بابا گله. بابا گله. آره و بعد بهش گفتم بابا گله من فهمیدم چرا این قنات ما داره آبش کم میشه. گفت چرا؟ گفتم یه روستایی است به نام حسین آباد و اونجا موتور پمپ زدن که اولش هم با تمسخر بابا گله رو به رو شد. نه تمسخر نکرده ولی یه لبخندی زد که احساس کردم حرف منو زیاد جدی نگرفت. خب 16 سالم هم بود، خب مثلا خیلی دوره اون تا اینجا، ولی من فکر میکردم اصلا این سفره‌های آب اون زیر به هم دیگه ارتباط دارم، اون اونجا داره میکشه، اینجا سطح آب اومده پایین، قنات ما آبش کم شده. بعد اون برخورده که کرد رفتم به فکر که خب من اگه یه آدم کارشناس قوی بودم و با بزرگم به من اعتماد داشت حتما حرف من قبول میکرد. رفتم گشتم و سرچ کردم و خوندم تا رسیدم به یه رشته‌ای به نام واترشد منیجمنت، مدیریت آبخیزداری، و دیدم هنوز تو ایران نیومده ولی قراره بیاد تو ایران و از همون 16 سالگی کمر بستین که دانشگاه این رشته رو. آره و من دومین دوره ورودی مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهرانم سال 66 و یادمه که اولین کاری که کردم، خب وقتی رفتم دیدم ما چقدر دشتای ممنوعه داریم، این دشتای ممنوعه مدام داره زیاد میشه، سطح آب زیرزمینی به طور متوسط داره سالی 2 متر افت میکنه و در واقع بحران خیلی جدی پیش روی کشور ماست با این روش. و من اون موقع یه اسلایدایی درست کردم، هنوز اون موقع پاورپوینت و کامپیوتر و این چیزا هم که نبود، با این دستگاه پخش اسلاید روی دیوار سفید توی مزرعه رفتم. سال 71 بود، تازه فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، 70 من فارغ التحصیل شدم و برای پدر بزرگم اولین سخنرانی جدی ما ارائه کردم. تمرین ارائه پایان ترم. آره نه بعد از اینکه فارغ التحصیل یعنی مهندسیمو گرفته بودم، من سال 70 تابستون 70 فارغ التحصیل شدم، ولی توی 71 من این ارائه رو برای پدر بزرگم داشتم، بعدش که دیگه رسما خودم یه مهندس می‌دونستم توی حوزه، پدر بزرگم منو به رسمیت میشناخت.
و براش توضیح دادم که چه وضعیه و استان مرکزی و منطقه قم و ساوه یکی از مناطق بسیار بحرانی کشور هست. جنگ تموم شده بود، تعداد موتورپمپ‌ها زیاد شده بودن و مدام داشت سطح آب زیرزمینی میرفت پایین و یادم بلند شد منو بوس کرد، این سرمو بوس کرد، گفت من بهت خیلی افتخار میکنم عزیزم. آره، و این خیلی به آدم انرژی میده که خب حالا که این آدم به این بزرگی زندگی به دروازه گاو و گلد اینقدر رو قبول داره و بهت افتخار میکنه، چرا ادامه ندی؟ چرا ثابت بهش نکنی که واقعا باعث افتخاری؟ این فرازها تو زندگی آدم‌ها خیلی مهمی. من یادم اولین باری که فهمیدم معنی درویش چیه، فامیلی خودم سال 3 دبستان بودم، همون نجف آباد اصفهان بود و یه شعری رو میخوندیم و توی اون شعر یه کلمه درویش بود و معلم سر کلاسمون آقای آیت بود، یادم نمیره، گفتش بچه ها میدونی درویش یعنی چی؟ بعد این بچه ها یه دفعه بلند شدن با خنده گفتن آره درویش یعنی گدا گدا. من نشون میدادم گفتن درویش یعنی گدا گدا. خب من انقدر ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. یعنی وقتی رفتم خونه این کیفم رو پرت کردم یه طرف، مادرم خدا بیامرز گفت چی شده؟ گفتم این چه فامیلی مزخرفیه، پدرم اتفاق که میدونی معنی چی میشه. و رفتم کنار یه رودخونه کوچیکی بود که آب زاینده رود میامد برای تقسیم شدن توی باغ‌های نجف آباد. من تفریح همین بود همیشه، یعنی میرفتم کنار این جوی آب بزرگ بهش میگفتم مادی، اونجا اون مناطق می نشستم و این روان آب رو نگاه میکردم. و بعد من خیلی طرفدار تیم پرسپولیس بودم، عاشق حسین کلانی بودم. 2 تیکه چوب درست میکردم، یه تیکش باریک و سبک، این میشد تیم پرسپولیس، یه تیکه کلفت هم میذاشتم یعنی تیم تاج. حالا بعد شد استاد، بعد همیشه هم پرسپولیس میبرد توی این مسابقه. من گزارش میکردم، خودتون بودم گزارش میکردم که الان چه شرایطی. بعد پدرم که میاد خونه میگه این کجاست، بعد مادرم تعریف میکنه که اینطوری شد. هیچ وقت یادم نمیره. ببین من اینجا نشسته بودم، اینجا مثلا فکر کن رودخونه است، بعد اومد کنار من نشست، اینجوری دستش انداخت گردن من، گفتش که حق داری که ناراحت بشی. گفتم چطور؟ گفت منم که سن تو بودم اولین بار که فهمیدم درویش یعنی چی ناراحت شدم. خیلی برام جالب بود، به جایی که مثلا منو مؤاخذه کنه، خیلی هم فامیلیت خوبه، چرا فکر می‌کنی بده، چرا جوابشونو ندادی، چرا گریه کردی، چرا قهر کردی، قشنگ منو درک کرد. بعد گفت ولی میخوام یه قولی بهت بدم. گفتم چه قولی؟ گفت وقتی بزرگ بشی به فامیلیت افتخار میکنی. همین یه جمله رو گفت دیدی و این تو ذهن من موند. و که این اتفاق افتاد کلاس 3 دبستان بودم، 9 سالم بود. با جزئیات این ماجرا رو یادم. میدونی پیش خودم میگم خب پدر برای هر فرزندی کوه اعتماده، اسطوره است. آره، و وقتی پدر میگه که به یه جایی میرسی که به فامیلیت افتخار میکنید، خب پس ما باید توی مسیری بریم که یه اتفاق بیفته. من برای اینکه ثابت بکنم که این اتفاق میفته خیلی کتاب میخوندم. من واقعا هر لحظه ای که وقت پیدا میکردم کتاب میخوندم. عاشق کتاب خوندن بودم و عاشق روایت کردن کتاب ها بودم. یعنی دوست داشتم، شوق داشتم که کتابو بخونم و بیام برای مادرم، خواهرم، دوستام تعریف کنم این کتاب رو. برای همینم هر موقع کلاس انشا بود من میرفتم به بچه‌ها یه امتیازی میدادم که شما بگید انشا ننوشتم که من انشامو بخونم. من عاشق ارائه بودم. بچه‌ها از انشا فراری بودم، عاشق انشا بودم. از همون شد که الان دلنوشته های محمد درویش معروف شده. آره دیگه، از اینجا میاد دیگه، نه همه از اینجا بیاد. ولی واقعا این که تو کتاب بخونی و بعد کتاب رو روایت کنی باعث میشه که همیشه این تو ذهنت هم بمونه، مدام بمونه. و تو باید کتاب خیلی جذاب تعریف بکنی. برای اینکه جذاب تعریف بکنی باید کتاب خیلی قشنگ بخونی، عمیق شده باشه، خیلی عمیق بخونی که بتونی نکات کاربردیشو در بیاری. من شاید بیش از 20,000 جلد کتاب تا قبل از 30 سالگی خوندم، تا قبل از 30 سالگی تو حوزه‌های مختلف.
تو موضوعاتمون قبل از اینکه در واقع وارد بازار کار بشم و درگیر زندگی بشم کلی کتاب خوندم. یادم یک کتابی رو که خیلی دوست داشتم بخرم، اسمش دایره المعارف بزرگ جوانان بود و این کتاب قیمتش 110 تومن بود. تک تومنی 110 تا یه تومنی، سال 1155. من 11 سال. 11 سال. ببین اینقدر بود. گوگل اون روز بود. همه سوالای منو جواب میداد. خب ولی خب 110 تومن خیلی بود. ما خونه‌ای که اجاره کرده بودیم یه خونه بزرگ بود، چند خوابه، یه دونه حوض داشت وسط حیاطش. ما 40 تومن اون خونه رو اجاره کرده بودیم ماهانه. 40 تا یه تومنی. یعنی میخوام بگم 110 تومن چقدر پول زیادی بود اون زمان. خیلی بود. بعد همه پولامو که جمع کردم، پول تو جیبیام، ایدیام، اینا شده بود 62 تومن. بعد رفتم بابا گله همیشه به من 10 تومن هدیه میداد. من نوه بزرگ پسریش بودم. خیلی پول. بعد رفتم براش توضیح دادم که من می‌خوام همچین کتاب بخرم و این کتاب قیمتش اینه. گفت این خیلی گرونه پسر، برای چی می‌خوای؟ گفتم برای این. بعد گفت مثلا تو اون کتاب چی هست؟ گفتم مثلا تو میتونی طولانی ترین رودخانه جهان، مرتفع ترین کوه جهان، پرجمعیت ترین شهر جهان، همه توش، همه این اطلاعاتی که برای من مهمه توش هست. و خب پدر بزرگم تازگی‌ها رفته بود آلمان، چون پسر بزرگش استاد دانشگاه بود اونجا، چند تا از شهرهای آلمان رو میشناخت، جمعیت از من سوال کرد و من جوابشو دادم. خیلی خوشش اومد که اینا رو من میدونستم. بعد گفت من 25 تومن بهت میدم این دفعه دیگه، بقیه‌اشم برو هرجوری میخواد شد. حالا 87 تومن 6000 من پول جور کردم. یه دونه موتور یاماها 80 داشتم از این کوچیکا. بله. یواشکی بدونی که بابا مامانم بفهمن، از نجف آباد تا اصفهان رفتم، چون یه کتاب فروشی بود روبروی هتل شاه عباس که اون کتاب فروشیه این کتابه رو داشت. رفتم اونجا و برای اون آقای شرح دادم که من این صاحب اون کتاب فروشی شرح دادم که من این کتابو میخوام ولی پولم 87 تومن و 6000. گفت برای چی میخواد؟ گفتم برای اینکه عاشق جغرافیای جهانم و سوالای زیادی تو ذهنم هست و این کتاب جواب سوالای منه. بعد اونم شروع کرد چند تا سوال از من کردم و من همه این سوالا رو جواب دادم بهش. بعد کتابو داد به من، گفت فردا برو. این تقریبا نزدیک که 30 تومن به من تخفیف داد. ببین وقتی این اومدم همش برمیگرده به اون علاقه هی که چه آره تأثیری تو محمد درویش بود. خیلی آره. ببین وقتی اومدم نزدیک خونه شدم، یه خاروار فروشی بود دم خونمون، اسمش حسین کرم محمد بود. خب منو که دید گفت وایسا ببینم این چیه. گفتم کتابه. گفت ببینم کتاب چی کتابه اینقدر بزرگه. بعد نگاه کرد دیدی 110 تومن بود. بری خونه بابات میکشد. گفتم جدی؟ آره 110 تومن پول دادی. این کتابو بذار اینجا تو مغازه زیر دخل، هر دفعه بیا با یه خودکار و کاغذ هر چی میخوای ازش یادداشت کن برو. این کتابو خونه ببری تموم کاره. منم بچه بودم فکرم واقعا اینطوریه. ببین تا 3 ماه میامدم زیر دخل اون تاریکی یادداشت کردم، فیش برداری میکردم. تا یه روز بابام اتفاقی اومد تو مغازه، بعد دید من اون زیرم. گفت ببینم این چیکار میکنی؟ با ترس و لرز بودم دارم کتاب میخونم. پس کتاب رو نگاه کرد، فرق زد، منو بغل کرد، آفرین پسر، اصلا دوام نکرد، چیکاریم نکرد. ولی خب این کتاب رو من هنوز دارم، این کتاب دایره المعارف جوانانه. و یه روز رفته بودم تو یه کتاب فروشی، همون ترانه‌ای که مال گوستا گاوراس بود، زد حکومت نظامی پخش میشد، دوباره شنیدم و یه خاطره‌ای که تو ذهنم مونده بود تو دل نوشته هام نوشتم. یکی از خوانندگان سفر، خانم موسوی از اصفهان، گفت آقای درویش من این کتاب فروشی رو میشناسم، اون آقای هنوز هست، میخواید ترتیب آشناییتون رو بدم بعد از 40 سال. و رفتیم و اون آقا رو دیدیم و منو شناخت، گفت تو همونی. آره. و گفت من میخوام به 11 تا از بهترین کتابایی که تو زندگیم خوندم و هدیه بدم. این زندگی اینه، دنیا اینه و اینها باعث میشه که آدم متفاوت بشه.
وقتی که هزینه کنی، وقتی که وقت بذاری، وقتی که مطالعه کنی و همش از اون تک اتفاقات زندگیت میفته. اگه پدرم اون روز به من نمیگفت که تو قراره بعدم به درویش بودن خودت افتخار کنی، اگه پدر بزرگم منو بغل نمیکرد و نمیگفت به افتخار میکنم، شاید همچین اتفاقی نمیافتاد. همیشه من توصیهم به پدر و مادر اینه، به بزرگان اینه که در برخورد با نوجوانا و جوانا طوری باهاشون رفتار بکنید که عزت نفسشون زیاد بشه، اعتماد به نفسشون زیاد بشه، احساس بکنن آدم مهمی هستن و این آدم مهم بودن در نهایت منجر به بالندگیشون میشه. وقتی اونها رو ریز ببینی، حقیر ببینی، اونها میگن که لابد همین هستیم، هیچ تلاشی برای اثبات خودشون نمیکنن. این تو حوزه حاکمیت هم هست. حاکمیتی که مردمشو نبینه، اونها رو نادیده بگیره، به علاقهشون احترام نذاره، اونها لگد میزنن. اونها به جای این که خودشون رو در ساختن سرزمینشون، شهرشون شریک بدونن، دوچار وندالیسم میشن و اون وقت به جای این که ما به سمت آبادانی بریم، به سمت ویرانی حرکت میکنیم. آمارهای مربوط به افسردگی، خودکشی و بزهکاری افزایش پیدا میکنه. به جایی که اتحاد و همدلی و یکپارچگی رخ بده، دوری و گسست اتفاق میفته. همه اینها به هم دیگه مرتبطه. یه سوال کوچیک کردی، ببین به کجا رسید. مرسی. این خوش صحبتی شما انقدر زبانزد خاص هم هست که تأثیرش رو میذاره، ولی خب جذابه برای من دیدم اشک ریختید با خاطره. تو یه جمله چی داره اون خاطره براتون که منجر به این حجم از غلیان احساسات میشه؟ آیا اون کتاب فروش است؟ آیا تأثیر پدره؟ آیا اون دکونه است؟ کدوم یکی از اینا هاست؟ آیا اون خاطراته که الان منجر به این اتفاق میشه؟ این غلیان احساسه توی یه جمله چی میشه؟ نه، این به خاطر ویژگی من که من اینا همه اشک شوقه، میدونی؟ یعنی من کلا آدم بسیار احساساتی هستم. پسرم هر من مثلا وقتی که یه صحنه دراماتیکی توی فیلم و یه سریال هست، سری دیگه اون صحنه رو نگاه نمی‌کنه، یه الان پدر اشکش در میاد. من کلا اینطوری هم. حتی مثلا پاندا کنگفورم که میبینم تو اون صحنه‌ای که پاندا فهمید که این باباش نیست، منم باهاش اشک ریختم. آها، پس برمیگرده به کاراکتر شخصیت. داره و یاد پدرم افتادم، یاد مادرم افتادم و اینکه کاش که اینا زنده بودن. من با مادرم 17 سال تفاوت سن داشتم و رفیق بودید. آره، و زود از دستش دادم چون مریض بود، بیمار بود و مادرم بیماری روماتیسم شدید قلبی داشت و اتفاقا خود این ماجرا قصه جالبیه، چون که پدرم عاشق مادرم بود ولی خانواده‌اش به شدت مخالف این وصلت بودن. بعدن اینا رو بابام برام تعریف کردم که گفتش که این دختر مریض، این اجاقت کور میشه، بچه دار نمیشی، این چیه میخوای بگیری؟ بعد دیگه منم پامو کرده بودم توی کفش که همینو میخوام. بیماری مادر قبل از ازدواج بود، روماتیسم شدید قلبی داشت، ناراحتی دریچه میترال قلب داشت. بعد میگه من رفتم یه خمره بزرگ عسل فراهم کردم. پدر من اون موقع فوق دیپلم پرستاری داشت، بهیار بود و تو ژاندارمری استخدام شده بود تازه. و میگه من رفتم این خمره عسل فراهم کردم، یواشکی رفتم خواستگاری. خب بعد میگه پدر مادرت، یعنی همین بابا گله، گفته خب پسر چرا تنها اومدی؟ گفته که خب من پدر مادرم راضی نبودم به این وصلت، مجبور شدم خودم بیام و شما هم حق دارین که دخترتون من ندین، ولی من میخواستم تلاشم بکنم. بعد میگه که چرا اینا راضی نبودن؟ گفت برای اینکه میگن که دختر شما مریضه. بعد میگه که بابا گله رو کرد به من و گفت راست میگه، دختر من مریضه. من تازگی هم بردمش پیش بهترین پزشکای دنیا در آلمان، دوسلدورف، و اونم جوابش کردن، چون که تو خون توی بطنش، قلبش خون تصفیه شده و نشده قاطی میشه
و هنوزم اون موقع هنوز دریچه‌های مصنوعی نیومده بود و دکترها گفتن بیشتر از 18 سال عمر نمیکنه، شاید 1 سال از عمرش باقی مونده و تو برو پسرم دنبال زندگی و بخت. بعد پدرم میگه که آقا اصلا 1 سال، اصلا 6 ماه من میخوام با این ازدواج کنم. این دیگه اینقدر اصرار و سماجت. بعد خلاصه ازدواج میکنن دیگه. یعنی قبول میکنیم یه باشه تو میخوای ازدواج کنی. داستان آره. زندگی. بعد ولی من خودم خب پدرم چون پرستار بود اینا خیلی مراقبت میکنه از مادر. خب من به دنیا میام، بعدش خواهرم هم به دنیا میاد، ولی من هر موقعی که مادرمو دیدم مریض بود، یعنی همش صورت سیاه. ما میرسوندیمش بیمارستان، بعد یه دفعه رسوندیمش مثلا دکتر گفت دیر آوردین دیگه تموم شد. بعد اینا تو ذهن من میمون که چرا اینطوری داره میشه. خب بعد یه روزی رفتم یه گنجه‌ای داشتیم تو خونمون، تاریک بود، بعد هیچکی نبود. اصلا با اون ذهن کوچیکم، مثلا 4 سالم بود ولی یادم نمیره، گفتم اونجایی که تاریکه احتمالا خدا سرش خلوته و میتونه ما رو ببینه، با هم حرف بزنیم. بعد رفتم با خدا حرف زدم، رفتم تو اون گنجه در بستم، بهش گفتم که من قول میدم که پسر خوبی باشم، تو یه کار کن مامانم نمیره. الان دوباره یادش رفتم و خب مادرم زنده موند واقعا، برخلاف همه اون پیشبینی‌های صنعت پزشکی. من اولین کسی بود که دریچه میترال قلبش رو تو بیمارستان ملکی مادر سال 1351 عمل کرد. 54 سال عمر کرد با اینکه قرار بود 18 سال عمر کرد. ولی من اون قولم رو روش موندم و پسر خوبی موند. ببین مثلا بچه ها سر کلاس میخواستن حال منو بگیرن، چون من شاگرد اول بودم، همه منتظر بودن که درس تموم بشه و آقا بیان و حال منو بگیرن، چون من مبصرم بودم. بعد من همیشه موقعی که میخواستم کارنامه‌مو بگیرم بهترین کفشم رو میپوشیدم که تا خونه بدوم، چون همه میخواستم انتظار دنبال من یه فسک و تک بزن. بعد وقتی میرسیدم خونه مامانم گفت چیه اینقدر لپات گل انداخته؟ میگفتم مسابقه دوگذاری. چرا حالا؟ چون من فکر میکردم اگه با یکی دعوا کنم گلاویز بشم دیگه پسر خوبی نیستم. فهمیدی؟ تو ذهنم اینجوری بود و من تو زندگیم تا حالا به کسی اینجوری هم نکردم واقعا هیچ وقت. ولی من اصلا یه درسی رو که به محیط فانا میدم فن مجاب کردنه، که میگم آقا شما فکر کنید تفنگ ندارید، چجوری با مخاطبت میخوای برخورد بکنی، چجوری میخوای اینو مجاب بکنی. دیدی من حتی مثلا یه دفعه که منو احضار کرده بودن توی یه نهاد امنیتی قدرتمند و اتهامای سنگین زده بودن به همینجوری با یارو صحبت کردم، مجابش کردم با گفتگو، با اینکه خیلی نسبت به من زاویه داشت. اونقدری که آخر شماره تلفنش من داد، گفت هر کی خواست حالت بگیرش به خودم بگو. و اینا همه از اون ماجرای مادر و پسر خوب و اینا میاد. یعنی خیلی ببین اینا هم رفت پیدا میکنه دیگه. یعنی شانسی نیست، اتفاقی نمیتونی بذاری، باید تلاش بکنی و این اتفاقات، همه این چالش ها که میتونه تلخ باشه بعد میتونه تبدیل به یه فرصت بشه. ببین مثلا 2 سال پیش از من دعوت کردن در مورد کتاب دیگر دوستی موثر از پیتر سینگر صحبت بکنیم. من و آقای پروفسور مصطفی ملکیان فیلسوف معاصر در مورد این صحبت کنیم. خب اول آقای ملکیان صحبت کرد و خیلی تحسین آمیز از محتوای این کتاب دفاع کرد. کتاب داره میگه که اگر تو میخوای خونت روشنی پایداری داشته باشه باید اولویت رو به روشنایی کوچه بدی، باید به برکت فکر بکنی نه به سود. و مضامین خیلی خوب و درخشانی مطرح میگه و میگه که مصداق دیگر دوستی موثر الان برای کره زمین اینه که تو دیگه بچه دار نشی. پیتر سینگر اینو با صراحت میگه که جهان
لبریز از جمعیت شده بیشتر از ظرفیتش و داره همه چی نابود میشه. خب آقای ملکیان هم تایید کردن. نوبت من شد. خب همه انتظار داشتن که منم به عنوان یه فعال محیط زیست اینو تایید کنم دیگه. و من گفتم من با اغلب صحبت‌های آقای سینگر موافقم به جز این یکیش. و به نظر من باید ما ازدواج کنیم بچه دار باشیم. و همه سکوت کردن که چرا اینا. بعد من همین خاطره مادر و پدر رو گفتم و اینکه من ثمره اون عشقم و من همیشه باورم اینه، میگم که اگر تو چشماتو بستی و احساس کردی که اگر به دنیا نمی آمدی زندگی ممکن بود اندکی برای یه درخت، برای یه حیوان تلختر بگذره یا برای یه انسان نادل پذیرتر باشه، این یعنی که تو مؤثر بودی، تو آدم مفیدی بودی، حضورت مفید بوده. خب من با قدرت و بی اغراق میگم که اگر نبودم زندگی برای هزاران درخت، صدها حیوان، دهها انسان نادل پذیرتر میشه. ما تونستیم دهها محیطبان رو از خطر اعدام نجات بدیم با کمپینایی که راه انداختیم، هزاران هکتار جنگل رو از خطر تخریب نجات بدیم. برای حیوانات کار بسیار ارزشمنده. این به آدم اعتماد به نفس میده دیگه. اینکه یه نفر بتونه اینقدر با اعتماد به نفس و قاطع بگه که من حضورم در این دنیا مؤثر واقع شده، خیلی اتفاق گنده‌ایه. و من میگم چرا من اینطوری شدم؟ برای اینکه پسر خوبی بودم. چرا پسر خوبی بودم؟ برای اینکه ثمره عشق بودم. پس دنیا کمبودش آدم‌های عاشقه. اگر تو بتونی آدم عاشق به دنیا معرفی کنی، میتونه این آدم‌های عاشق جبران آدم‌های نابخرد و آزمند و با خسارت‌هایی که دارن به طبیعت میزنن بکنه. نباید مطلقاً فرایند تولید مثل رو متوقف کرد، بلکه باید تلاش بکنیم که خرد جمعی آدم باشیم و آدم تربیت بکنیم و آدم معرفی بکنیم. صورت مسئله رو نباید پاک کنیم. یه عده از این فعالای تندروی محیط زیستی میگن که اگر انسان رو حذف کنیم همه چی درست میشه. خب این که هنری نیست. مثل اون زندانی سارقیه که 25 ساله تو زندان انفرادیه و میگه من 25 ساله دزدی نکردم. خب این که هنری نیست. مهم اینه که تو هم بتونی در کنار پرنده ها و چرنده ها و گیاهان زندگی کنی و همه حرمت همدیگر رو حفظ بکنن. بشه همون شعر مشهور فردوسی: میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. یعنی امتداد زندگی تو منجر به آزار یک موجم نشه. مرسی ازتون. این خاطر بازی خیلی دلپذیر بود. اتفاقا خوشحال شدم که مکالممون رو با این سوال شروع کردیم که اصلا چی شد که شدیم محمد درویش. اما از ابتدای زندگی اون خاطر بازی شکل گرفت تا وقتی که شروع کردید به کنشگری. اون اولین کنشه توی حوزه محیط زیست، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، اولین کنشی که توی محیط زیست توسط محمد درویش شکل گرفت چی بود؟ من یه نامه‌ای نوشتم به وزیر نیرو سال 1371. چه سمتی داشتید؟ هیچی، تازه در مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع استخدام شده بودم. ما جزو شاگرد اولای دانشگاه تهران بودیم که با 100 واحد بورس شدیم که در واقع تعهد بدیم بعد از پایان درس میایم در مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع استخدام میشیم. من در بخش تحقیقات بیابان استخدام شدم. یه پژوهشگر جوان بودم با 1 سال سابقه کار
و اه، قرار بود که شنیدم که سد کرج رو میخوام به نام امیرکبیر نامگذاری کنم. در دولت اول هاشمی رفسنجانی آره. آقای زنگنه، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نیرو بود. و من یه نامه نوشتم بهش، گفتم که اگر امیرکبیر زنده بود حتما علیه شما اعلام جرم میکرد که چرا نام نیک من رو روی این جرثومه های پیکر سیمان اندود گذاشتید. یادم نمیره که حتی نزدیکترین همکاران من، دوستان من تو همون مؤسسه که هم رشته من بودن، متخصص بودن، منو مسخره میکردم. گفتم بابا درویش، صد سمبل سازندگیه، سمبل توسعه است، تو با صد مشکل داری؟ این نامه‌ای بود که به وزیر نیرو آقای زنگنه در دولت‌های رفسنجانی من نوشتم. شما نوشتید. در این قالب ادبیاتی عجیب و غریب. آره. یا حتی میگم همکاران نزدیک من، چه برسه به مردم و سیاستمدارا، که قابل پذیرش براشون نبود. تأثیر داشت؟ مطلقاً هیچ تأثیر نداشت. حتی در حد شوخی هم ما رو جدی نگرفت. اولش همیشه همینه. میفهمم. دیدی اولش اصلا تو رو نمیبینن، بعد یواش یواش تو رو مسخره میکنن، بعد یواش یواش تو رو تهدید میکنن و اینا همه نشون دهنده اینه که تو داری رشد میکنی، تو داری جدی گرفته میشی. وقتی بهت سنگ میزنن یعنی تو در حال حرکتی. به درخت چنار که کسی سنگ نمیزنه، به درخت گردو سنگ میزنه. پس وقتی سنگ داری میخوری، وقتی دشمن پیدا میکنی، آدم موثری هستی دیگه. و من اینا رو تو همون 20,000 تا کتاب خونده بودم. یعنی من خودم خب یه وبلاگی شروع کردم به نوشتن، نام وبلاگ مهار بیابانزایی، و هر چی دلم می‌خواست می‌نوشتم، اصلا هیچکی به من کاری نداشت، چون کسی نمیخوند. من 6 ماه تو این وبلاگ می‌نوشتم، 600 تا بازدید کننده نداشتم، 550 تاشم خودم بودم، میرفتم ببینم کسی خونده توش کامنت بزنه. و الی انقدر نوشتم و ایستاده نوشتم و رفتم برای همه اینایی که میامدن یه کامنت میذاشتم، اونا به خاطر کامنت محتوای مجلد میرفتن، تا اینکه مثلا سال 89 60,000 بازدید کننده در روز داشت وبلاگ من. خیلی مهم شده بود و ما توی مسابقه بین‌المللی شرکت کردیم، دویچه وله صدای آلمان برگزار می‌کرد و وبلاگ من سوم شد در جهان سال 89. و وقتی که اومدم این خبر اعلام بکنم که بچه وبلاگ من سوم شد در جهان، دیدم یه پیام اومد روی صفحه مانیتور که وبلاگ شما به دلیل عدم رعایت مقررات جمهوری اسلامی. خدای من، آقا این پیامو که من دیدم، ایوه این چقدر مهمه. نگاه کن چقدر من مهمم، الان دیگه خیلی مهمم، فیلترم میکنن. ببین فرق آدم‌های موفق با آدم‌های معمولی این نیستش که آدم‌های موفق همیشه تو مسیر آسفالت و هموار حرکت کردن، بلیتشون برده، برای همه اتفاقات بد و ناجور میافته. فرقشون تو تفسیر اتفاقاته. اینکه یکی میتونست بگه که عجب بدشانسی، مگه من از شما چی خواستم؟ من که کاری نکردم، من خودم نصف شبا میامدم محتوامو مینوشتم، از کارم ندزدیدم. به جایی که شما بگید دست درد نکنه، فیلترم کردین، مرده شورتون رو بزن، اصلا دیگه نمینویسم. ولی من اینو نگفتم، گفتم این یعنی من آدم مهمیم. این که الان محمد درویش شده شماره 1 محیط زیست ایران، داره از دغدغه‌مندیش میاد اول، بعد از استمرارش در دغدغه خودش میاد و در انتها در نوع نگرشش به اتفاقاتی که توی این مسیر براش افتاده که چه خوب چه بد بازخورد بدی براش نداشته و حتی از اون اتفاقات بد هم داشته لذت میبرده و حال خوب میگیره. آره یعنی واقعا عمیقا باورم بر اینه که تو اگه آدم خوبی باشی، قصه نمیتونه بد باشه. اگه قصه بده، برای این که هنوز تموم نشده، بعد اجازه بده قصه ادامه پیدا بکنه. خب مثلا من 2 سال پیش یه دفعه صاحبخونه گفت بعد اجاره خونه رو 2 برابر کنیم. 2 برابر. گفتم خب یعنی چی؟ 2 برابر من که میشه 2 برابر کرد اینا. گفت نه همینجوریه. من اگه نه بلند شو. منم سریع اون سایت دیوار رو نگاه کردم، چون
وقتم نداشتم خدایی برم دنبال خونه گردم. اولین خونه‌ای که دیدم، واقعا اولین خونه، زنگ زدم گفتم هستی؟ گفت آره. رفتم خونه رو دیدم. بعد خانومم هم زنگ زدم بهش که میخوام برم یه خونه ببینم، تو جلسه بود. یه فیلم گرفتم براش تلگرام فرستادم که من این خونه رو دیدم خوشم اومد و قرارداد من. اصلی با هم صحبت میکردم اینا. بعد یه دفعه گفتم راستی این صاحب ما رو جواب کرده و من رفتم یه خونه دیگه پیدا کردم بعد بریم. بعد دیگه اینم عادت کرده، میدونه همینجوریه. گفت حالا خوبه؟ گفتم آره خوبه. فیلمشو برات فرستادم تو کانال. ببین رفتیم یه خونه بزرگتر با اجاره کمتر. یعنی مثلا اول میگو بالاخره پدر من یه خونه داریم که من یه اتاق جدای تک دارم. میدونی چرا به نظر قصه بد میومد؟ چرا یه دفعه تو این اجاره رو زیاد کردی؟ چون خدا میدونست من وقت نمیذارم و وقت ندارم که بخوام خونه رو عوض کنم. اینجوری منو هدایت کرد که برم یه خونه دیگه. این نگرشه واقعا خیلی عجیب بود. آره ما مثلا میخواستیم یه دفعه تو زندگیمون خونه بخریم. یک باری نزدیک شدیم بخریدن خونه، سال 83 بود. بعد ماشینمون رو فروختیم که بریم یه خونه قولنامه کنیم. ماشین رو یه آشنا فروختیم. بعد قرار شد اون پول رو بیاره به ما بده که ما بریم خونه رو بخریم. نیاورد پول بده. یه روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز نیاورد. بالاخره رفتیم در خونهش، دیدیم طرف ورشکست شده، فراریه. خونهش پنتهاوسی بود ولی ورشکست شده بود. این پول رو به ما دیگه نده. و من خیلی خانومم احساس ناراحتی شدید کرد از این اتفاق. بعد من برای اینکه این رویش خراب نشه رفتم یه عالمه وام و قرض اینا گرفتم، همه وسایل خونه رو عوض کردم. گفتم یه جایزه ویژه بهم دادن چون پژوهش برتر سال شده بود. واقعا هم پژوهش برتر سال شده بود، ولی 7 سکه طلا دادن من. چیز عجیبی نبود. بعد یه دفعه چشم باز کردم، من سال 83 300,000 تومان حقوقمه، ماهی 3 میلیون تومان باید قسط بدم. بعد من عشقم و ارمن موقع 4 سالش، من عشقم بود که از اداره بیام خونه با ارمن بازی کنم. بعد دیگه مجبور شدم برم توی شرکت‌های مهندسی مشاور کار بگیرم، کار بکنم. مثلا من یادمه همزمان ارزیابی سد باراندوز رو تو حوزه آبخیز دریاچه ارومیه انجام دادم، ارزیابی نیروگاه شهید رازی قم رو انجام دادم، طرح مطالعات اشترانکو رو توی لرستان، دنا رو تو کوکیلی بوی رحمت، باهوکلات رو توی سیستان و بلوچستان همزمان انجام میدادم، پروژه شیباب و پشتاب رو توی زابل. و یه دفعه چشم باز کردم، هیچ وقت یادم نمیره، دیدم وای چقدر من اطلاعات دارم از این فرودگاه به اون فرودگاه. 45-6 تا جوان زیر دستم کار میکردن، به من اعتماد داشتن، این پروژه ها رو میدادن. گفتم حالا دیگه من میتونم تو دل وزیر با این هم اطلاعات. ببین برنامه راهبردی 20 ساله کشور تو حوزه بیابانو دادم من اجرا کنم، با این اعتماد به نفسی که پیدا کرده بودم و اشراف اطلاعاتی که به کل کشور پیدا کرده بودم. بعد همیشه به اون کسی که ماشین ما رو این بلا رو سرش رو برد و پولش نداد، اسمش رضا بود، بهش میگم که رضا خدا پدر مادر تو بیامرزه. الان ارتباط دارین باهاش؟ آره آشنامون بود، میگم فامیل بود دیگه. چون گفتم در رفت. آره در رفت، اون موقع ورشکست شد رفت. آقا دمت کرد. ولی بعد یه روز اومد پیشم. خب بعد بعد میگم من ازت یه سوال دارم. گفتم چی؟ گفت تو که چک هم داشتی، چه شکر نذاشتی اجرا؟ گفتم خب تو این پول داشتی که میدادی. پول نداشتی، حالا شکر من وقت این که برم شکر بذارم اجرا نداشتم. خب ولی خب ما دیگه خونه دارم نشدیم، ما یعنی دیگه از این به بعدم خونه دار نشدیم. ولی خب بجاش ببین دنیا محل بده بستونه دیگه، یه چیزی باید بدی، یه چیزی باید بگیری. من خودم آدم ثروتمندی میدونم. ثروت واقعی به نظر من چیزیه که ماهرترین سارقای دنیا هم نتونن اون از تو برو باید. ثروت واقعی اینه. تو نیازی به این که سیستم‌های دزدگیرتو عوض بکنی نداشته باشی. خب من بهترین و موثرترین و عمیق‌ترین و ماندگارترین ثروت دنیا رو با فاصله دارم. اون ثروت اینه که احساس مفید بودن میکنم. این خیلی با آدم انرژی میده. یادتون باشه این مکالمه و همین موضوع رو ما توی ملاقات قبلیمون داشتیم
و همین موضوع رو داشتین اشاره میکردین که کسی نمیتونه ذهنیت، دانش و خلق و خوی محمد درویش رو بدزده. در نتیجه این ثروت آره اصلی دیگه، است. یعنی تو الان هر کی بیاد میگه که خب آقا چی داری؟ مثلا ماشین داری، خونه داری، ویلا داری، اینا چند؟ یه چک میخوام بدم بخرم ها. حالا میگه نه آقا من با این خاطره دارم، آفرین دارم. میگه آقا چند؟ 100 میلیارد، 200 میلیارد. بالاخره تو یه یه رقمی. رقمی داره. بعد میگه که آقا من میخوام درویش بشم، محمد درویش بشم، چند؟ چند؟ میگه میتونی با یه چک بشی محمد درویش، بعد همین راه 60 ساله رو بری تا بشی محمد درویش. مرسی. خیلی داره جذاب پیش میره، من دارم خیلی کیف میکنم. یه چیزی میخواستم بگم این بود که اینو به خودتونم گفتم، مراوده با شما و کلا همنشینی با شما، منهای تایمایی که دوربین رومون نیست، منهای تایمایی که برنامه اکران نداریم، رویداد نداریم، برنامه‌های که حرکت انسانی داره و حالا بعدم بهتون میگم، ولی هر بارش واقعا کلاس درسه و اون کلاس درس هم از اون تجربه میاد و خیلی خوشحالم از این بابت. بلخص این که الان داره مسیر صحبتمون خیلی خوب پیش میره. تو فعالیت محیط زیستیتون خوشگل ترین خاطره که یادتون مونده چیه؟ اون جوابش آماده است فکر کنم. نه اون تیکه قبلی رو یادم رفت بگم که بالاخره قضیه اون نامه‌ای که من به وزیر نیرو که گفتین نوشتم تاثیرگذار تاثیر نبود. نبود، ولی سال 71 من اون نامه رو نوشته بودم دیگه. آره. خب 1 سال بعد از استخدامتون توی توی شرکت مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع که میشد 1982 1992 میلادی. خب 1992 میلادی و سال 2000 8 سال بعد 8 سال بعد جهانیان یک روزی رو معرفی کردن به نام روز مقابله با سدسازی و حفاظت از رودخانه‌های بزرگ. و الان 24 ساله که این روز در جهان گرامی داشته میشه. اون چیزی که من اون روز هشدار دادم الان میلیون ها نفر بهش رسیدن و سدسازی دیگه الان نشانه سازندگی نیست. منتقدان بسیار جدی داره، نه فقط در جهان، تو ایران هم الان منتقدان جدی وجود داره. نهضتی را افتاده در امریکا، در اروپا، در آسیا جنوب شرقی که سدها رو خراب میکنن، که نظام آب شناختی رو حفظ میکنه. پس ما در حال تغییریم. ببین من همیشه میگم به من میگن آقای درویش چه فایده این همه تلاش کردی، همه چی تالاب‌های بیشتری داره تخریب میشه، چشمه‌های تولید گرد و خاک بیشتری داره ایجاد میشه، جنگل‌های بیشتری داره تخریب میشه. آره اینا هست، این روند در جهان هست، نه فقط هم در ایران. ولی وقتی من نگاه میکنم میبینم نگرش آدم‌ها داره آروم آروم تغییر میکنه. همین که امروز تو میگی با یه فعال محیط زیست صحبت میکنی، بسیاری از هموطنان من در شهرهای مختلف از من دعوت میکنم به عنوان یه فعال محیط زیست سخنرانی کنم. در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری بحث محیط زیست داغ میشه و رئیس جمهورها و داوطلبان ورود به ساختمان پاستور برای اینکه رأی بیشتری بیارن سعی میکنن خودشون رو محیط زیستی تر نشون بدن. نتیجه فعالیت کنشگرانی مثل منه که تونستیم آگاهی خودمون رو، دانایی فردیمون رو به آگاهی ملی تبدیل بکنیم، وزن ملاحظات محیط زیستی رو افزایش بدیم. من بهش میگم بیداری محیط زیستی. یعنی این قدری که امروز الان مردم نسبت به خشک شدن تالاب‌ها، افزایش چشمه‌های تولید گرد و خاک، تخریب جنگل‌ها، نابودی تنوع زیستی حساسن، این قدری که امروز برای اون طوله‌یوز توران اش ریختن برای پیروز، مثلا 10 سال پیش مگه تصورش میتونست؟ چون آگاهیش نبود. پس ما موثریم، نباید خودزنی بکنیم. چون اینو دارم به رفقای خودم میگم که بعضی موقعا به شدت افسرده و ناراحت میشن و میگن که کار خرابه، کاری نمیشه کرد، مردم ما رو درک نمیکنن، فلان نیست. شرایط سخت، قبول دارم، اما فرایند انسانسازی هم فرایند دشوار و پیچیده و زمانبریه. شما خودتون تو بنیاد حرکت انسانی اینو عمیقا میدونین که انسانسازی فرایند 100 ساله است. پس بنابراین باید تو هم یه گوشه از این کار رو بگیری بری جلو.
من میگم شاخص یه جامعه توسعه یافته اینه که بتونی آدمهایی رو پرورش بدی که این آدمها داوطلبانه حاضر باشن برای یک مصلحت عمومی از مزیت‌های فردی خودشون بگذرن، برن یه درختی رو بکارن که مطمئنن هرگز سایه اون درخت رو درک نمی‌کنن، هرگز از میوهش نمیخوره. نمیخورن، به خودشون سختی بدن تو یک شهری که پر از ازدحام دود و صدا و ترافیکه، از دوچرخه استفاده کنن برای تردد، به خودشون سختی بدن برای این که میدونن که اگر تعداد آدم‌هایی که رکاب میزنن توی شهر بیشتر بشه، آروم آروم کیفیت هوا بهتر میشه، آلودگی صوتی کمتر میشه، ترافیک کمتر میشه، هرچند ممکن خودشون سختی ببینن. یه آدم اگه 1 سال رکاب بزنه، 1 سال تو ترددهای درون شهری، مزیتی که ایجاد میکنه، میزان تولید اکسیژن و ترسیب کربنی که ایجاد میکنه معادل کاشت 57 درخت. یعنی تو انگار که 57 درخت کاشتی بدونی که نگران آبیاریش باشی، بدونی که نگران آفتش باشی. اگه توی شهر به جای 1 نفر 1,000,000 نفر این کار بکنن، چه تأثیر یعنی بزرگی. 57 میلیون درخت در سال در اون شهر کاشته شده. یعنی خطر سرطان، خطر MS، خطر بیماری‌های گوارشی، خطر بزهکاری کاهش پیدا کرده. چه خدمتی از این بالاتر؟ مرسی مرسی. حرکت انسانی یعنی اینکه ما تلاش بکنیم اگر می‌خواهیم منزلمون نور پایداری داشته باشه، کوچه رو در اولویت قرار بدیم. مردم احساس می‌کنن حرفشون دیده نمیشه. و از طریق ما تونستیم نسلی رو پرورش بدیم که این نسل براش محیط زیست جزو ارزش‌های غیرقابل معامله زندگی شده. این کنشگری که در حال حاضر بحثش مطرح شد تعمیم پیدا میکنه به تمام موضوعات جامعه، یعنی نه فقط محیط زیست، بحث اقتصاد، بحث سیاست، بحث های متفاوتی که کنشگران میتونن با اون آگاهی دادنشون چقدر تأثیر مثبتی بذارن. و یک نکته جالب این که خب شعار حرکت انسانی آگاهی، عمل و مشارکته که عملاً با کمک این ستا و توی این سیکلی که خودتونم الان گفتیم میشه اتفاقات بزرگی رقم زد و امیدواریم که واقعا هم این تعداد کنشگرها اتفاق بهتری رو رقم بزنن و هم اون مشارکت جمعیه بیشتر بشه در برابر این فعالیت‌های بالاخص محیط زیستی که خب خیلی در حال حاضر باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. اون خاطر خوشگله از فعالیت محیط زیستتون توی این بازه زمانی طولانی که تا به الان فعالیت کردین و این همه تجربه زیسته محیط زیستی، کدوم یکیش خیلی واسهتون شیرین بوده؟ کدوم یکی از خاطرهای محیط زیستیتون بوده توی این فعالیته که هنوز که هنوزه یادتونه و میگین اون خاطره خیلی بر من دلپذیر بود؟ خیلی زیاده. کدومش رو میتونیم شاخص در نظر بگیریم؟ قطعه به یقین افرادی مثل شما وقتی ثمره عشقشون در محیط زیست رو میبینن اون شیرینیه به کامشون میاد، اما اون که خیلی براتون دلپذیر بوده و همیشه تو ذهنتون مونده چیه؟ من یه هشتکی دارم تو صفحه‌ام به نام بهانه‌های سر کردن زمستان و اینها همه اون بهانه‌هایی که باعث میشه که من همچنان به رغم نگرانی‌هایی که از فرآیندهای کاهنده کارایی سرزمین، از کسوف خرد در نظام تدبیر کشور میبینم، منو سرزنده و سرحال به جلو هل بده. همین از یه اتفاق خیلی خیلی کوچیک مثل این که یه دختر بچه 5-6 ساله توی اهواز یه نقاشی بکشه برای مادرش، یه معما طرح کنه و بگی مامان تو فکر میکنی این کیه؟ و
بعدن مامانش بگه نمیدونم، بعد چند تا میوه آلبالو خشکه دور این آدم بذاره و بگه این همون کسیه که اه، اون روز که ما رفتیم پیشش خیلی بی معرفت بود، نیومد پیشمون، ولی دلیلش این بود که همه دوستش دارن، به ما وقت نرسید. مهم. بعد ولی عاشق آلبالو خشک است. و مثلا مادرش بفهمه که داره در مورد درویش صحبت میکنه، درویش رو اینجوری داره به تصویر میکشه، این به آدم انرژی میده. تا اینکه مثلا من یادم یه بار داشتیم میرفتیم یه مسیر جدید گردشگری در شمال خوزستان باز بکنیم و ما یه گروه از آدم‌هایی که سرشون به تنشون میارزید و دور هم جمع کردیم که این مسیر رو ببینن با چند تا از این مدیران ارشد کشور. و به ما نهادهای امنیتی خبر دادن که در رام هرمز یک درگیری اتفاق افتاده و شما نباید این مسیر برین، خطرناکه. ما داشتیم از رام هرمز میرفتیم به سمت بالا بریم به سمت ایزه. بعد ما گفتیم اگه بخوایم این سفر رو متوقف بکنیم دیگه جمع کردن این آدم‌ها خیلی دشواره، چون همه‌شون سرشون شلوغه. من گفتم آقا به ضمانت من بذاریم بریم. گفتن ما تضمین نمی‌کنیم. ما گفتم باش. آقا ما رفتیم وسط جاده، یه سری از این آدمای محلی جاده رو بست. این راننده و این مأمور حفاظت ما زد تو سرش، گفت کارمون ساخته است، الان لختمون میکنن اینا. دیگه ما مجبور شدیم، یه ون بزرگی بود بزنیم یادش کنار. یه نفر اومد بالا با این لباس بختیاری سیبیلای کلفت اینجوری، آقای درویش این ماشینه؟ گفتم آره منم. گفت ما یه دونه از این گیلیما بافته بودی، ما فهمیدیم شما تو این مسیر میاد، میخواستیم اینو به شما هدیه بدیم. یعنی همه چه آره، میدونی واقعا عجیبه. چه حالی میده که ها چجوری مثلا تو مثلا چیکار کردی مگه واسه این مردم. یا مثلا من یه دفعه با خانم افتکار رفته بودیم به هرمزگان، بعد اونجا گفتم یه کتابخونه محیط زیستی هم اینجا قرار افتتاح بشه توی یه روستایی به نام میلکی. مهم. و خانم افتکار تا حالا که حالا اینکه اینجا اومدی ببینیم اونم افتتاح کنیم. بعد گفتش که خب بریم. بعد که خواستیم بریم به اون روستا، یه دونه بنر بزرگ زده بودن روز جلوی روستا که مقدم آقای درویش و هیئت همراه رو گرامی می‌داریم. با هم ابتکار رفته بودی. خانم افتکار اینجا بله خب بله ریاکشن خانم ابتکار چی بود؟ دیگه گفت بله. بعد ما با ماشین که داشتیم رفت، یه پسر بچه 6 ساله دنبال ماشین بود، آی درویش آی درویش آی درویش. خانم افتکار گفت این برای چی تو رو میشناسه، از کجا تو رو میشناسه. خدایا. که رفتیم تنها روستای ایرانی که کتابخونه محیط زیستی داره، همه کتاباش محیط زیستی. به پیشنهاد منم این کار کردم، اونم حالا یه قصه داره. ولی وقتی خواستیم نهار بخوریم برای همه بادمجون آورده بودن. خانم ابتکار گفت جریان چیه، چرا فقط بادمجون؟ گفتم آخه آقای درویش بادمجون خیلی دوست داره، تو هیئت همراهشم حتما بادمجون دوست داره. جالبه. حالا چرا این یکی مردم اینقدر مثلا منو دوست داشتن و هر توصیه که من ببین. یه دفعه من زنگ زدم تو اواسط دهه 80، آقای درویش ما اینجا یه منطقه داریم رویشگاه کهور و کناره و خیلی هم متراکمه، ولی میخوام بیان اینا رو قطع کنن، صنایع انرژی بر اینجا کار بذارن، دستمون به دامنت، بیا کمکمون. خب من بلند شدم رفتم دیدم واقعا پوششش 60% به بالاست، اصلا همچین چیزی ما نداریم تو سوال خلیج فارس. سری زنگ زدم به فریبرز غیبی، از دوستانم بود، مدیر کل جنگل‌های خارج از شمال بود. گفتم فریبرز همچین چیزی اینجا، چجوری شما مجوز دادید این درخت‌ها رو قطع کنن؟ گفت بذار محمد من بررسی کنم ببینم جریان چیه. بعد زنگ زد گفتش که گزارشی که ما دادن اینه که اینجا تاج پوشش زیر 5%. خب من گفتم من الان خودم دارم میبینم بالای 60%. خلاصه بررسی کردم، بله یه شیتیلی گرفتن منابع طبیعی توی هرمزگان و تو گزارششون زدن زیر 5%. خب ما جلوی این تخریب رو گرفتیم و این مردم بسیار خوشحال شدن و قدردانی کردن از من بابت این همچین خدمتی که من کردم و یه بار دیگه منو برای سخنرانی دعوت کردن. خب ما رفتیم، اونام همه اهل سنت هم اون منطقه. بعد مراسماشون چون اونجا هوا هم خیلی گرمه، بعد از 9 شبه، بعد از که نماز عشرشون رو میخونن دیگه، پیر و زن و جوون و همه اومده بودن نشسته بودن و
تا نوبت من شد برای سخنرانی، اصلا امام جمعه اهل سنتشون عضو شوراشون ساعت 11:30 شب. من گفتم ببخشید دیگه، حالا دیگه خسته اید و دیگه من زیاد صحبت نمی‌کنم. گفتن نه آقای درویش، ما هم اومدیم شما صحبت کنیم. به خدا. بعد که من صحبت کردم و گفتم مثلا شما یکی از کارهایی که باید بکنید اینی که حیفه مثلا توی این روستاتون چرا کسی هستش که هنوز معتاده، چرا کسی هست که سیگار میکشه، نکشید، خودتون رو شاخص کنید، بیاید یک کتابخونه محیط زیستی را بندازید. حالا که اینقدر عاشق محیط زیست هستید، خب اجازه بدید حیوونا، پرنده ها اینجا احساس امنیت بکنن، کسی دیگه شکار نکنه، با دوچرخه تردد بکنید. میلکی یکی از روستایی که تعداد دوچرخه سواراش بیشتر از تعداد خودرو سواراشه. همه اون توصیه‌ای که من گفتم و عمل کردن. آخرش که سخنرانی تموم شد، یه دختر بچه اومد بالا، از این نقابا دارن دیگه مردم اینجوری. با آقای مهندس من میخوام یه چیزی بگم. گفتم خب بگو. گفت نه این میکروفون بده، من میخوام تو میکروفون. من میکروفون گرفت و گفتش که من میخواستم بگم تولدتون مبارک. آقا یه دفعه این سالن رفت رو هوا. به خدا نگو اینا اصلا یادم نبود که شب تولد منو دعوت کردن اونجا و باور کن یک وانت به من هدیه دادن. مثلا یه خانومی با صدف و یه چیز درست کرده بود، در کتی با صنایع دستیشون. و خب آدم هیچ وقت فراموش نمیکنه این محبت ها رو. پس جنبندی، این اقبال مردم، این حال بچه خوبیه که بعد از به ثمر بخشیده شدن اون اتفاق محیط زیستی جذابه توسط شما صورت گرفته، اون براتون از همش جذاب. آره این که احساس میکنی که با مردمی طرف هستی، در سرزمینی زندگی میکنی که قدر تو میدونن، بهت انرژی میده. من واقعا بدون هیچ نوع در حقیقت ژستی عاشق این سرزمینم. اصلا دوست ندارم از این سرزمین برم، واقعا کیف میکنم که توی این سرزمین هستم. موقعیت‌های خوبی هم بوده که تعریف برم. میکنین موقعیت چون من شنیدم. ولی واقعا کجا میخوام برم؟ مگه دیگه کجا میتونم بیشتر از این اشغال کنم؟ اشغال یعنی چی هستن؟ این که جایی قدم بزنی که احساس میکنی که عدم حضور دیده میشه، اثر داره. خب بری مثلا بهترین هتل دنیا، بهترین ماشین لاکچری دنیا رو سوار بشی، ولی فردا بیفتی یه گوشه ای اصلا کسی نفهمه که درویش کجاست، چیه چه فایده ای داره؟ ما همه یه مسافری که یه مقطع کوتاهی در این دنیا زندگی میکنیم، چه ثروتمندترین آدم روی زمین، چه فقیرترینش. اسکندر مقدونی وقتی میخواست از این دنیا بره، وصیت کرد که دستاشو از تابوتش بیرون بذاره. چرا؟ چون میخواست این پیامو بده که منی که اسکندر مقدونی بودم و 2/3 کره زمین در اختیارم بود، با دست خالی رفتم، هیچ کدوم از این ثروت‌ها رو نبردم. اما فردوسی بعد از 1000 سال هنوز فردوسیه، هنوز مورد احترامه. سعدی، حافظ، مولانا، هیچ کدوم از اون ثروت‌های اسکندر و نرون و صدام حسین و هیتلر رو هم نداشتن. باید بخت یارت باشه و بدونی که این زمان اندکی رو که در کره زمین مهمون هستی کجا سرمایه بذاری. بازم رسیدیم به همون صحبت اولیه که ثروت واقعیه اون دانش اندوزیه و اون تأثیریه که تو داری توی اون بازه ثروت زمانی واقعی اینه که تو بتونی پیری تو بفروشی. یعنی دیدی خیلی از این هنرپیشه‌های هالیوود وقتی که جذابیتشون از دست میدن دچار افسردگی میشن. این خیلی غم انگیزه، این که تو وقتی جوونی تو از دست بدی دیگه کسی حاضر نباشه باهات هم صحبت بشه. چرا بعضیا اینطوری نیستن، همچنان تو صف اینن که باش صحبت کنن؟ چون زیبایی رو فقط تو ظاهرش ندیده و به ژرف اندیشی و بنای فکریش تلاش کرده که اضافه کنه تا همیشه در هر مقطعی حرف و اثری داشته باشه برای بیان کردن. اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان محیط 94 سال عمر کرد و تا 94 سالگی جوونا پشت در خونش بودن که 2 دقیقه بهشون وقت بده تا وایس صحبت بکنه. اصلا چرا 94 سال عمر کرد؟
این آدمی که تمام اموالش رو مصادره کردن، زندانیش کردن، بهش حکم اعدام دادن، تحقیرش کردن، چجوری تونست اینها رو تحمل بکنه؟ چرا ایران رو ترک نکرد؟ برای این که یه سرزمینی زندگی میکرد که توش احساس مفید بودن میکرد، عاشق این سرزمین بود، برای این سرزمین تلاش میکرد. چه اهمیت دارد گاه اگر میرویند قارچای غربت؟ این اون میتونه رمز تاباوری و ژینایی باشه. مرسی ممنونم ازت. یه چند تا سوال دیگه داریم که با هم پیش میبریم. قبلش میام برنامه کوتاه ببینیم. ما تو پشت صحنه مهمان هم داریم. یه واله کوتاه ببینیم باز برمیگردیم خدمت. مرسی. اینجا مسیر سیل بود. نه آجا با مسیر سیل که نیست فضل بشم. نه آجا کجا سیل بوده قربونت برم. اگر سیل بود که یه فکری بر اینجا برمیدارم. بسته شده از بالا که مسیر شما ببینید. آقای من قربونت برم اونجا آب جمع شده یه سدی شده، سد نگو ترکیده دیگه. این ضربه زده به ما ملت. این لباسم برقی منه. اینجا نگاه بکن. اعتراضاتی که میکردن به اون بزرگراهی که از همینجا رد میشه. کمربند از همینجا میاد رد میشه. امتیازات اجرای کمربند جنوبی 14 امتیاز در مقابل خسارات 52 امتیازی. چهل بازه رو بیاید بقیه‌اش هم بود پارک درست کنید که تهدیدی نباشه. اما بیرون بگید خانم ظرف همین مدت آستان قدس تخریب شد. اون روزی که سیل اومد شما اینجا بودین؟ سیل نه اصلا اینطوری نیستش، همه جا در اختیار کنترله. علت اصلی این خسارات و تلفات این عوامل انسان سازه. سلام مجدد، خیلی خوش اومدین به محتوای تخصصی بنیاد حرکت انسانی در پلتفرم یوتیوب. با افتخار سید مهدی موسوی میزبان شما هستم در بنیاد حرکت انسانی. ممنونیم که ما رو نگاه میکنیم. یه پرزنت کوتاه اگر از بنیاد بخوام داشته باشم، بعد بریم سراغ ادامه صحبتمون با جناب مهندس درویش. بنیاد حرکت انسانی یک NGO، یک سمنه، یک سازمان مردم نهاده که به هیچ یک از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی متصل نیست. بنیاد حرکت انسانی فعالیت خودش را از سال 1397 با مجوز رسمی از وزارت کشور آغاز کرده. در ابتدای مسیر فعالیت خودش از فعالیت‌ها و کارهای انسان دوستانه‌ای مثل سایر خیریه‌ها شروع کرد، مثل کمک به سیل زدگان، مثل کمک به بیماری در بازه زمانی بیماری ویروس کرونا، مثل ساخت و تجهیز خانه برای زنان سرپرست خانوار و فعالیت‌های خیریه‌ای از این قبیل. اما از یک جایی به بعد مسیر خودش رو توی 2 تا هدف از سال 1401 و با کمک جامعه شناسان، روانشناسان و متخصصین حوزه جامعه شناسی توی 2 تا هدف متمرکز کرد. هدف اول آگاهی بخشی در زمینه ریشه‌کنی فقر مطلق و توزیع ناعادلانه ثروت و هدف دوم برند کردن مسئولیت اجتماعی. حرکت انسانی در زمینه مسئولیت اجتماعی خود بنیاد در حال حاضر از 720 تا دانش آموز مستعد کم برخوردار در رینگ حاشیه شهر مشهد در قالب حمایت تحصیلی پشتیبانی میکنه. ما در این همراهی مشتاق کمک و همراهی شما عزیزان با افتخار هستیم. توی زمینه آگاهی بخشی در حال حاضر و برنامه‌ای که داریم با نگاه‌های زیبای شما می‌بینیم پلتفرم یوتیوب و محتوای تخصصی هست که به تازگی در سازوکار مسیر بنیاد حرکت انسانی و آگاهی بخشی شکل گرفته که در این فصل و در این اپیزود با افتخار میزبان جناب آقای محمد درویش، فعال و کنشگر محیط زیست هستیم. خیلی خوش اومدین. خیلی متشکرم. چند تا سوالی که با هم دیگه تا الان داشتیم به شدت دلچسب بود برای من. بچه‌ها دیدن همه که ما چقدر لذت بردیم و هم کلامی جذابی داشتیم. مرسی که هستین. ممنونم ازتون. خیلی زود برم سراغ سوال بعدی. فرض کنید در حوزه آموزش قرار گرفتین و میخواین به دانش آموزان مسئله محیط زیست رو تدریس کنید. اگه معلم بودین اولین چیزی که در قالب محیط زیست به دانش آموزاتون یا دانشجوهاتون آموزش میدادین چیه؟ اون تایتل کلیه، اون مسئله اصلیه که در وهله اول بهش اشاره میکردیم. به نظر من چیزی که مهمه و من همیشه به بچه‌ها، به فعالان محیط زیست تاکید میکنم اینه که اول ما باید تلاش بکنیم
قبل از اینکه یک کنشگر باشیم، قبل از اینکه بریم سراغ مطالبه گری در حوزه محیط زیست، قبل از اینکه یک دانشجوی مؤثر باشیم، متخصص حوزه محیط زیست باشیم، بدونیم که باید حالمون خوب باشه. خیلی به نظر من این مهمه. یک کنشگر متوسط حال خوب به مراتب اثر بخشیش بیشتر از یک کنشگر شیشتونگ حرفه‌ای متخصصی که حالش خوب نیست. این حال خوبه از کجا میاد؟ این حال خوبه از اینجا میاد که تو احساس بکنی که مؤثری، که مفیدی به حال سرزمینت، احساس بکنی که آدم بی مصرفی نیستی، احساس بکنی که قراره که کار مهمی انجام بدی، به جهان بینیت کار داره. تو هر حوزه‌ای به نظر من جوریه. تو اگه میخوای یه هنرمند مؤثر باشی، یک کارگردان مؤثر باشی، یک نقاش مؤثر باشی، یک نجار مؤثر باشی، باید خودت رو مؤثر بدونی. آره، باید خودت تحویل بگیری. باید از خود راضی باشی ولی از خود راضی نباشی. این خیلی مهمه. من میگم که من الان میخوام جذب محیط زیست بشم، میام تو گروهای محیط زیستی میبینم که دارین با همدیگه دعوا میکنین، به همدیگه اتهام میزنین. خب میگم این محیط زیستی که نتونسته حال شما رو خوب بکنه، چگونه قراره که حال منو خوب بکنه؟ شمایی که زندگیتون رو تو محیط زیست گذاشتین و بلد نیستین با هم گفتگو کنین، مدام به هم توهین میکنین، مدام به هم اتهام میزنین، مدام غر میزنین، دوچار افسردگی هستین. آقا قرار بود محیط زیست حال ما رو خوب بکنه. وقتی حال خودتو خوب نکرده، یک در واقع پارادوکس جدی ایجاد میشه و باعث میشه مردم از قطار پیاده شن. چرا مردم حرف درویش نوعی رو گوش میکنن؟ چرا درویش نوعی ضریب اجتماعی داره، ضریب نفوذ داره؟ چون اولین چیزی که تو درویش میبینن اینه که حالش خوبه. یعنی میگه، میخنده، صبوره، عصبانی نمیشه، خشمگین نمیشه، از کوره در نمیره، به کسی توهین نمیکنه، کدورتاشو روی یخ مینویسه. اینها ویژگی لازمه، شرط لازمه برای اینکه تو هر حوزه‌ای به ویژه محیط زیست پیشرفت بکن. سهراب میگه من ندیدم بیدی سایه‌اش را بفروشد به زمین، رایگان میبخشد نارون شاخه خود را به کلاغ. یعنی تو باید آدم بی‌منتی باشی. طرف به من تماس میگیره، آی درویش فلانی پست منو گذاشته، اسم منو ننوشته، تو برای چی اون پست منتشر کردی؟ تو این پست منتشر کردی که فهم جامعه تو نسبت به یه موضوع محیط زیستی ارتقا بدی دیگه. تو این پست منتشر کردی که آگاهی و دانش فردی تبدیل به آگاهی و دانش اجتماعی بشه، آدم‌های بیشتری سوار قطار محیط زیستی بشن. حالا اون فرد که به عمد یا سهو اسم تو رو ننوشته ولی داره اون هدف تو رو دنبال میکنه دیگه. تعداد کسایی که حالا به واسطه اون حرکت دارن با اون مفهومی که تو میخواستی منتشر بشه آشنا شدن بیشتر شده. تو اگر که ککی تو تومونت نیست باید اتفاقا باید خوشحال باشی که حرفات بیشتر دیده باشه، نه اینکه همه تو رو به عنوان گرانیگاه ماجرا به رسمیت بشناسن. این یعنی که خورد شیشه داری، تو نمیتونی فعال محیط زیست باشی. تو باید یاد بگیری که نیکی هنری نیست به امید تلافی. احسان به کسی کن که به کار تو نیاید. بی‌منت باید خدمت بکنی تا بی‌منت اونهایی که در یک گرانیگاه هایی که تو گیر میکنی بیان سراغت. چند درصد از کنشگرامون چه تو حوزه محیط زیست چه تو حوزه های کنشگری و فعالیت های اجتماعی این چنینی به دید خودتون تا به الان چند درصدشون به این نگاه رسیدن، به این فهم رسیدن که بیشتر از این که اسم و رسم و عنوان خودشون برند بشه، اون حرفه برند بشه؟ چند درصدشون اینجوری شدن و به این رسیدن؟ من با آدم‌های بسیار زیادی آشنا شدم که واقعا این گونه بودن. ببین مثلا شگفت انگیزه، من از کسایی درس گرفتم تو زندگیم که
خیلی هاشون تحصیلات آکادمیک نداشتن، خیلی هاشون ادعا نداشتن. یه کسی که من همیشه اسمشو میارم عادل سالاریه، توی کهنوز زندگی میکنه و وقتی که من خواستم اینو بیارم تهران به عنوان مروج علم ازش تقدیر کنم، خانم دکتر ندیمی زنگ زد که بابا آقای درویش این عادل بلند نمیشه بیاد. میگه من کاری نکردم، این آقای درویش الکی منو بزرگ کرده. بهش میگم بابا عادل تونسته تعداد وحوش رو از 400 رأس به 2620 رأس افزایش بده. کاری کرده که تو منطقه کلمرز رژه کبکا و تیوها رو میبینی. کاری کرده که خرس سیاه از خطر انقراض نجات پیدا کرده. تفکیک زباله از مبدا کرده. اینا کاری نیست. ولی این آدم میگه اینو وظیفه‌ام بوده، نمیخواد مطرح بشه، نمیخواد دیده بشه. بهش میگن چرا عادل این کارا رو میکنی؟ چرا اینقدر فشار رو تحمل میکنی؟ میگه که آقای درویش اونها این کلابوس‌ها، این قطربیشا بعد از جنگ جهانی دوم اونطوری که پدر بزرگم به ما رسونده که قحطی بزرگ اومده بود، اگر نبودن ما مرده بودیم. حالا که دستمون به دهنمون رسیده میخوام براشون جبران کنم. عادل سمبولی آدم توسعه یافته است، سمبولی یه آدم اهلی ایرانه، کسی که براش منافع سرزمینیش مهمتر از منافع خودشه و ما باید این آدم ها رو تکثیر کنیم. یک کنشگر واقعیه. استاد قبول دارین که اتفاقاً کسایی که به این فهم رسیدن و عملاً بیشتر از این که خودشون براشون مهم باشن اون آگاهی جمعیه براشون مهم بودن، اتفاقاً بیشتر شنیده شدن، اتفاقاً بیشتر دیده شدن، اتفاقاً بیشتر معروف شدن. حتی قانون نانوشته زندگیه، میگه زندگی با کسایی که دنبال رویاهاشون میرن مهربون تره، کسایی که شجاعت تعقیب رویاهاشون رو دارن و نمیترسن از این که ممکنه تو تصاحب رویاها به شکست بخوره، با اونا مهربون تره. علی نصیری تکنسین تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی تو پاغلات، یه تکنسین ساده است، اما خیلی الان تو جنوب فارس و تو خیلی از جای ایران علی نصیری رو میشناسن. محمد صادق دهقانی قصهشو تو امیدوان به تصویر کشیده و وقتی پخش بشه از تلویزیون خیلی تو ایران و شاید تو جهان علی نصیری رو بشناسن. چرا علی نصیری رو میشناسن؟ چون اصلا علی نصیری دنبال این نبود که خودش رو بشناسونه، دنبال این بود که فقط کمنزیل رو از خطر انقراض نجات بده. اتفاقی که برای سعید انصاریان هم افتاد، زندگیش رو رها کرد و به الگن رفت و عملاً اون مهربونی زندگی هم باش اتفاق افتاد. دقیقاً. سعید انصاریان، آقای فرزاد مهدوی، آقای پیمان بازدیدی، خانم افسانه احسانی، خیلی هستن آدم هایی که این خانم فرشته عالمشاه به من زنگ زد که آقای درویش یه گونه ماهیه در پایاب زاینده رود و این داره منقرض میشه، چیزی ازش نمونده. گفتم خانم عالمشاه من اصلا تخصصم شیلات نیست، اصلا نمیشناسم، شما باید با یه متخصص حوزه آبزیان صحبت. بگو آره میدونم، ولی شما تو رو خدا بگید کمکمون، ما میخوایم بریم با اعضای شورای حسن آباد جرقویه صحبت بکنیم و ما زبون اینا رو نمیفهمیم، ولی شما میتونید با اونها صحبت بکنید. اینقدر گفت که من بلند شدم رفتم. حسن آباد جرقویه یک سکونتگاه در واقع ته دنیاست، در شرق حوزه آبخیز زاینده رود، نزدیک ورزنه، نزدیک کویر. و وقتی رفتم گفتم چون لهجه نداری یا؟ گفت من بچه دسفولم. تو از دسفول اومدی ته حوزه آبخیز زاینده رود واسه اینکه یک گونه ماهی رو نجات آفانیوس اصفهانیسیز، گورماهی اصفهانی. بابا دمت گرم، واقعا دمت گرم. یه گونه‌ای که در یه جای دیگری از جهان جز یه قناتی تو حسن آباد جرقویه باقی نمونده.
اینها کسایی هستن که میگن ایران شهر واقعی هستیم. براشون فقط دسفول و خوزستان مهم نیست، همه ایران سراشونه. اینا رو ما باید تکثیر کنیم. داستان مارال جاراللهی رو هم میگین؟ چون خیلی آره، تعاریف جذابی داشتین ازش. بله، خود خانم جاراللهی بچه همین مشهد شماست و ایشون بخش قابل توجهی از سرمایه خودش رو داره برای ارتقاء سرمایه‌های انسانی در سیستان و بلوچستان تا ماغرجان در بهبهان هزینه میکنه. یعنی کمال محمدی عزیز ما در منطقه ماغر که مثل سعید انصاریان داره یه منطقه‌ای رو غرق کرده و حفاظت میکنه، یکی از پشتوانه‌های مادی و معنویش همین مارال جاراللهیه که داره کمکش میکنه بتونه هزینه‌های غرق رو تأمین بکنه. و یا میاد پول میده به محمد احسانی، یک مستندساز ارزشمند کشور، که قصه مظلومیت مردم بلوچستان رو به تصویر بکشه. به خودشون سایه میمونه، نمیخواد دیده بشه. این آدم ها، من بهشون میگم اینها در واقع ریزلی خاجوی های معاصر وطنه. مرسی، تعبیر جذابیه. یه سوال میخوام بپرسم، سوال یکی مونده به آخرمه که دیگه بعد بیشتر از این اذیتتون نکنم. یه سوال دلیه، میخوام از اون بطن ذهن محمد درویش سر در بیاریم، ببینیم که چه احساسات درونی داره. چه تو ایران، البته سوالم عبثه چون قطع به یقین انتخابتون از ایران خواهد بود، اما از جای نقاط این کره زمین کدوم نقطه رو انتخاب میکنید اگر بخواید از تمام تکنولوژی به دور باشین و برین تو دل طبیعت و یک طبیعت بکر رو انتخاب بکنین و اونجا عشق بازی کنین با اون محیط زیست و طبیعتتون؟ کجا رو انتخاب میکنین؟ با کجا بیشتر حال میکنین؟ دلی بیشتر کجا رو میپسند؟ خیلی سوال سختیه واقعا. خیلی جاها هست تو ایران که من وقتی توش حضور پیدا میکنم کیف میکنم. یه جایی هست توی دورک اناری در سرشاخه‌های کارون، در منطقه حفاظت شده سبزکو، در ناقان، که بعضی موقع میرم اونجا میشینم. دره‌های بسیار عمیقی داره، مثل گرند کانیون میمونه و هیچ وقت کف اون دره‌ها شما نور آفتاب رو لمس نمی‌کنید، هیچ وقت. و به خاطر همین یک فشار هوای عجیب اینجا هست. همیشه در واقع اونجا جریان باد دائم وجود داره و پرنده ها میان روی این جریان باد بال نمیزنن، شناور میشه، بازی میکنن. تو بازی قشنگ میفهمی دارن بازی میکنن. حتی پرنده ها دارن بازی میکنن با بازی که تو میشینی اینجا و بازی این پرنده ها رو در ناقان روبروی آبشار تنگ زندان نگاه میکنی. بعد یه دفعه داشتم همین کارو میکردم، یه صدای تیر اومد، یکیشونو زدن، یه شکارچی بی‌معرفت. چون خب حرفه‌ای‌ها میدونن که اینجا پرنده ها زیاد میاد، همه‌شون پراکنده شدن. باور نمیکنی مهدی، بعد از 5 دقیقه دوباره شروع کردن. یاد شعر فروغ افتادن، پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردن نیست. ما هممون در مقیاس عمر زمین اندازه همون پرنده داریم زندگی میکنیم. بعضیا یادمون میره که پرواز رو به خاطر بسپاریم و برای اندوختن چیزی که نمیتونی با خودت ببری مزه استثنایی پرواز رو فراموش میکنی. این خیلی غم انگیزه. یه جایی هست توی بیرهو، در کوشکنا، در سواحل خلیج فارس، در منطقه غربی استان هرمزگان، که به نظرم یکی از زیباترین سواحل جهانه. مردم درجه‌ای که دوست داشتنی اونجا داره،
که اونجا یه مناطقی هست به نام تشتک و توسو بهش میگن، خلل و فرج‌های طبیعی که از دیرباز اهالی اون منطقه میرن توش آب میریزن برای فصل گرما، پرنده ها که میان بدون آب نمونه. چقدر اینا دوست داشتنیه. عاشق اون ساحلن، یه دونه زباله بیاد اونجا رو جمع میکنه، هیچی نمیذارن اونجا ساخته بشه. تو میخوای کیف بکنی از این که خلیج فارس رو میخوای ببینی، باید بری در بیرهو، در الپی، اسم محلی این سواحله. ساعتها و ساعتها میتونی بشینی و در اون ساحل زرین درخشان تمیز با آبی خلیج فارس حال بکنی. دقیقا همون عشق بازی میشه با دارم تو ذهنم یکی یکی اینا رو میچینم، هرچی هم گفتیم نوشتم، برنامه ها رو بچینیم مثلا با هم بریم اونجا ضبط کنیم این دیتاهای خوشگلو. اذیتتون نمی‌کنم، این اپیزود رو زودتر ببندیم. خیلی سوال داشتم هنوز که بهش برسم، انقدر صحبتمون گل انداخت، انقدر محتواهای جذابی رو با هم بهش رسیدیم، به لطف شما، با لطف خوش صحبتی و خوش زبونی و انقدر گیرایی کلامتون که خیلی هم کیف میکنم. من خوشحالم از اینکه واقعا محمد درویش همراه بنیاد حرکت انسانیه و افتخار میکنیم واقعا به این قضیه. به عنوان سوال آخر یه تعریفی از محیط زیست بدیم. محمد درویش شماره 1 کنشگران و فعالین محیط زیستی ایرانه و چه علاقه‌مندان به حوزه محیط زیست و چه حتی آحاد مردم، حتی کسایی که هیچ دغدغه محیط زیستی ندارن، در قالب اعتماد و در قالب کسی که میدونن تخصص و تجربه بسیاری داره که الان عملا خیلیاش رو بهش دست پیدا کردیم، هم من هم مخاطبان برنامه. تعریف محمد درویش از محیط زیست میخواد علمی باشه، میخواد دلی باشه، میخواد احساسی باشه، میخواد منطقی باشه. چه تعریفی از بزرگ محیط زیست ایران در رابطه با محیط زیست میتونیم داشته باشیم؟ محیط زیست خیلی اتفاقا مفهوم ساده و عینی و قابل لمسی داره. محیط زیست یعنی محیطی که درش زندگی میکنیم، زیست میکنیم، و این محیطی که درش زیست میکنیم و زندگی میکنیم یه زمانی که هنوز رشد پیدا نکرده بودیم فکر میکردیم خونمونه و از خونمون خیلی حفاظت میکردیم. بعدن که یه ذره رشد کردیم فهمیدیم نه، اگه حواسمون به کوچمون و محلمون نباشه خونمون امنیت نداره. اگه حواسمون به اشک همسایه نباشه خونمون دیگه به درد نمیخوره. باز وقتی بیشتر رشد کردیم دیدیم که نه، محیط زیست موقعی برای ما محیط زیسته و امنه که گسترش به شهرمون برسه، گسترش به کشورمون برسه، گسترش به کل کره زمین برسه. الان رهبران جهان دور هم جمع میشن در قالب کوپ که بگن آقا ما همه سوار یه قایقیم و حتی دیگه این نیستش که یک کشور توسعه یافته پیشرفته ثروتمند مثل آمریکا یا چین اگه فقط به خودش برسه میتونه خیالش راحت باشه. نه، خطر جهانگرمایی میتونه 70% کل اکوسیستم‌های جهان رو از بین ببره و طوفان‌های ایجاد بکنه که خسارتش به اقتصاد آمریکا بیشتر از خسارت همه جنگ‌هایی باشه که تا حالا تو دنیا ما دیدیم. و حالا داریم آروم آروم به کمک جیمز وب میفهمیم که نه، محیط زیست فقط کره زمین ما هم نیست. کره زمین قصه خیلی کوچکی از محیط زیست ماست. محیط زیست ما به مراتب پهناورتره و هر چقدر دنیای تو بزرگتر بشه، دانش تو ژرف‌تر باشه، میفهمی که محیط زیست نداره. و عملا شاید بتونیم بگیم بهترین تعریفی که از محیط زیست میتونیم داشته باشیم اینه که محیط زیست ته نداره و
چقدر مهمه که توی این قضیه بهش بپردازیم. خیلی ممنونم ازتون درویش، خیلی لطف کردین. باعث افتخار من، تیم حرکت انسانی، تیم پر انرژی که این روزها واقعا بدون خستگی در کنارمون بودن و بنیاد حرکت انسانی که در کنار شما بودیم. این که شما رو به عنوان همراه خودمون از ابتدای مسیر بنیاد تا به الان داشتیم باعث افتخار بوده، هست و خواهد بود و امیدواریم که بتونیم از محبت و حضورتون بیش از پیش استفاده کنیم. خیلی ممنون. سپاس از محبت، باعث افتخار بود. لطف کردین. متشکرم. باعث افتخار بود میزبانی از شما. متشکرم از نگاه‌های زیباتون. منتظر اپیزودها و قسمت‌های بعدی باشین. ما همچنان مزاحم جناب استاد درویش بزرگوار خواهیم شد و مطالب جذابتری رو باهاشون مطرح خواهیم کرد. میبینمتون. صفحمون رو سابسکرایب بفرمایید و با افتخار میزبان شما در بنیاد حرکت انسانی خواهیم بود. متشکرم.